همونطور که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، روش‌های کاهش سایز دو نوع هستند. یکی روش‌هایی که تهاجمی هستند و روش‌هایی که غیر تهاجمی هستند. روش‌های تهاجمی مثل اعمال جراحی، آبدومینوپلاستی، ساکشن و چیزهای شبیه به این، و روش‌های غیر تهاجمی استفاده از رژیم‌های لاغری، استفاده از ورزش‌های سنگین و استفاده از دستگاه‌های مختلفه. در روش‌های غیر تهاجمی ممکنه که دستگاه‌های مختلف با تکنولوژی‌های مختلفی استفاده بشن. مثلا امروزه از اولتراسون، اینفراسونیک، لیزر، RF، رادیو فرکانسی و کالیبریشن و تکنیک‌های شبیه به این برای کاهش سایز اندام‌های مختلف استفاده میشه. میخوام امروز بیشتر راجع به لیزر براتون صحبت بکنم. لیزر دو مدله، لیزرهای پرتوان و لیزرهای کم توان. معمولا در پزشکی لیزرهای پرتوان در جراحی مثل جراحی چشم به جراحی عروق استفاده میشه و لیزرهای کم توان برای درمان در قسمت‌های زیبایی پوست یا کاهش سایز بافت چربی‌ها استفاده میشه. چه مزیتی داره لیزر؟ لیزر برای کاهش سایز وقتی میخواد استفاده بشه، بدون اینکه شما جراحی بخواید انجام بدید، بدون اینکه سوراخی روی بدن ایجاد کنید، بدون اینکه سرمایی به پوست بدنتون برسه و باعث سوختگی اون بشه یا گرمایی به بدنتون برسه یا مشکلاتی ایجاد بکنه، درد یا خونریزی، عفونت، آمبولی اینا داشته باشین، تقریبا میشه که بدون اینکه عارضه‌ای برای شما رخ بده روی چربی‌هاتون کاهش سایز قابل قبولی رو خواهید دید. این تکنیک الان در بهترین کلینیک‌های دنیا در حال استفاده است که میتونید با یک سرچ کوچیک توی اینترنت کلینیک‌هایی که از این روش استفاده می‌کنن و دستگاه‌هایی که داره از این روش استفاده می‌کنن رو پیدا کنید. در برنامه‌های بعدی راجع به دستگاه‌های لیزر کم توان که این کار رو انجام میدن و سیفتی اونها بیشتر با هم صحبت کنیم.